بخوری دوتا. چی شد؟ اگه دکتر میگه زیاد حرف زدی بعد بس دوتا بستنی بخوری. دکتر گفته؟ کدوم دکتر؟ دکتر من. دکتر تو؟ خب الان تو یه دونه بستنی. تو که خیلی حرف نزدی امروز. تو کم حرف زدی. پس نه یه دونه. خیلی حرف نزدم یه ذره حرف زدم. خب پس یه دونه بستنی باید بخوری، چون دکتر گفته اگه تو خیلی حرف بزنی. من خیلی حرف زدم. خیلی حرف زدی؟ دکتر نگفته باید غذا بخوری وقتی خیلی حرف میزنی؟ آره نه. فقط گفته بستنی بخور؟ آره. این دکتر تو بعداً به من بگو اسمش چیه، من برم پیشش. اسمش نوراکیه. نوراکی؟ نوراکی